خب درود بیننده عزیز. اینم 70 مرکز خدمت رسانی تیسیل. ما 24-25 دقیقه انتظار شدیم که با اپراتور مرکز تماس صحبت کنیم که برای چی از ما نپرسیده، تعریف ما نقلیش میکنن و اونا بعد 20 چند دقیقه با ما جواب دادن. ما گفتیم که یک 5 دقیقه انتظار شدیم که ما خوراک نصف روزیمون رو بخوریم، بعد با شما صحبت میکنیم. اپراتور انیسا خطا نکنم نامشون گفتن، از انتظاری ما هستن. ما بعد از چند دقیقه با برمیگردیم. باید انتظار شوند ما را. بملال باشد ما چیکار کنیم میگه؟ بملال باشد 20 روزیتون کرده کاشته زنگ زنید. بملال باشد بملال باشد من 22 دقیقه شما را انتظار شد و شما از من نپرسیده طرفم علیش میکنید. انتظار شد نکشید تلفنتون. من 5 دقیقه شما پرسیدم، شما 22 دقیقه من گرفتید. خب می اپا جان نکشید استید شما نکشید. خب دیدین چقدر مناسبت میکنم. اینم تیسیل. ما تا نقطه آخر میریم. خب این زنگ سیمی ما هست به نماینده شرکت تیسیل. ما رقم یک پخش کنیم و چند لحظه انتظار میشیم که این اعلام میکنه که طرفای ما را عوض میکنند. هرچند ببینین این نماینده تیسیل وقتی که ما زنگ میزنیم از اون طرف افتاتویچ به طور خودکار میگه که شما میتونید تیسیل چت در تلفنتون بند کنید و توسط تیسیل چت با معلوماتتون با سوالاتون جواب بگیرید. ولی تیسیل چت با سوال من چگونه جواب میدهد که با اجازه کی طرفای من تیسیل میخواد عوض کند. ما شرطنامه دو طرفه باید داشته باشیم. نه از من نپرسیده، من نمیدونم که خدمت رسانی تا کجا برای من با منفعت است. کدام بار دوم بار سوم مسئله که ما زنگ بزنیم چی دروغ میگویی؟ ما ثبت میکنیم. اگر از 0 پوینتر بها میشید من هم بها را برای اپراتور شما میدادم و من با بیلاین همین مشکل داشتم. خوشبختانه از بیلاین خلاص شدم. خب همین خیلی دوام میتیم دیگه. موسیقی خیلی جالب گوش میکنیم، میرقصیم. ها دلخواه موسیقی هست در این 30 دقیقه. واقعا میگم که اگر شما زیق شوین با همین اپراتور تیسیل زنگ زنید، برای شما در دام 30 دقیقه یک 10 تا موسیقی میمونن. شما خیلی گوش کردن راحت میرقصین. الان همین ближайшее времяшون یک 30 دقیقه ما انتظار شدیم. یک بار موسیقی رمانتیکی والس میریم، موسیقی با تیسیل. واقعا من میگم نیست با تیسیل با همین نمود خدمت رسانیشون. شرمندگانی عزیز 21 دقیقه و 13-14 ثانیه شده لکه و باری سیوم ما انتظار میشیم که اپراتور با تلفن ما جواب ده. یکم بار چی شد خودتون دیدین، دوم بار 30 دقیقه شد و سوم بار الکه 21 دقیقه گذشت تا داری جواب نیست. من خود یک سوال جواب بگیرم که برای چی طرفای مرا علیش میکنن، از خودم نپرسیده. به شرطنامه به روزگیت من عجیب. شما در اول زنگی را شنیده بودید؟ 20 چند دقیقه گذشت دوام میتیم. تیسیل نیست. خب ما تصمیم گرفتیم که با شخصی که در اداره تیسیل کار با جامعه کار میکنه، میگن یک نفر بود است، شخصی که رابطه با جامعه دارد، اولگا زاویالووا. امیدوارم که ما تاجیکی صحبت کنیم چون روسی اونقدر درست نمیتونم حرف زده. اپای اولگا شما نه؟ خب да, Ольга Завьялова шумо? Да. Ман Далери Момали, журналист. Шумо тоҷикӣ суҳбат карда метавонед апа ҷон или нет? Нет, лучше по-русски. Ки метавонад аз Тисел бо ман тоҷикӣ суҳбат кунад? Як ду суол дорам. Вы из какого издания? Я просто журналист Далери Момали. Сейчас я вам смс напишу номер, кто может вам ответить. Ки аст номашон? Я напишу сейчас сообщение. Номашонам менависен? апай Олга, من گفتم که من صحبت مونو ویدیو زپس کردم برای فیسبوک، خبر کنم شما رو. خب من انتظار SMS شما. خب بیننده عزیز، از من چند دقیقه گذشت نفر با 4 رقم 1661 برای ما زنگ زد، گفت که رقم‌های شما رو
اولگا داد و ما با او در صحبت میشویم. او زنگ زد، ما بخش پرسیم، ما خودمون برعکس زنگ زدیم برای که یک کار تاجیلی داشتیم ما رنگ خودشون و بازگشت من براشون زنگ زده ایستادم. انتظار باشیم که با او در صحبت باشیم، ببینیم که با دو سه سوالمون جواب میگیریم یا نه. سلام علیکم. سلام اکا جان. نامتون چی بود اکا؟ بخشش اکا جان من علیشیر نمیروم طلب اولا دادم من با اکا علیشیر. من در اولی صحبت بگم که صحبت ما ضبط ویدیویی میشد کوتاه هم бошад. Ака жон, давайте мне примерно объяснили вот это то, что вам нужно, я вам объясню, как нужно сделать. Хорошо, Ака жон? خب سبب اینه که رقم‌های شما را دادن، ما با شما باید زبان تاجیکی صحبت کنیم. معلش اکا جان. شما وظیفتون چی است در TCL اکا جان؟ کوتاه میگفتین. اکا جان من اینترویو نمیتونم حاضر. من از شما خواهش میکنم که شما نوشته در کاغذ همین موبایل الکترونی پشت با یا که کاغذ بنوشته کارخونه ما با افسانی پسمو کرده بیارید. شما در دو جمله برای من بگید که من چه فهمم که از من TCL اجازه نپرسیده، شرطنامه طرفین نبسته، طرفین من علیش کردن میخواهد. من خیلی چیزا نمیتونم کامنتاری دادم. کی میتونه جواب دهد؟ کی میتونه جواب دهد اکا جان؟ من هیچ جواب دادن نمیتونم. دویم سوالم همین است که آیا همون اپراتورای شما حق دارن که در روی آدم گوشی را خاموش کنن یا نه؟ اکا جان من الان خیلی چیزا با جواب دادن نمیتونم. اپراتورای ما کار کردن من خیلی چیزا جواب دادن نمیتونم. کی میتونه جواب دهد اکا؟ شما مثلا یگون سوالی من در جواب نمیتونید. حجت در صحبت ما چی بود نباشه وقتی که یگون سوالی من در شما جواب داده نمیتونید؟ چی واسه زنگ زدید اکا جان؟ من شما یا فهمیدنی که شما چی سوالی که دارید شما پیش میاد همین سوال یا که الکترونیک پست با من است. همین سبب شرکت موبیلی را تشکیل کردن نمیدونین که کاری مردم برای آسان کردن است. یعنی من راست گپ من شما کلمه میفهمم که شما میخواهید گپ زنید. من لیکن که شما ما همین چیز سوالی که من دو تا داشتید من دو سوال رو تون گفتم که من جواب دادن نمیتونم. کی جواب داده میتونم؟ ما همون در زنگ زنیم نباشم. کمپانی TCL جواب دادن میتوند. افیسیال پیسمو کدی آپش ادیو کد میتوند جواب دهد. اکو شما ببینید شما ما را به عصر 20 دوباره بازگردوندین. مثلا همون مکتوب بازی که در عصر 20 بود. من فهمیدم شما یا من لیکن جواب دادن نمیتونم شما. از من نپرسیده چرا مثلا طرفم علیش میکنن؟ من همین میخوام فهمم. من شما گفتم من یادم چی با جواب دادن. بعد برای چی زنگ زدید نباشم اکا؟ من با پروسه من شما با اول من با گفتم شما با فهمیدم که چی همین کارا کردم. برای کار اکا جان سلامت باشه. من در همین روی شما میگم که نس با TCL برای کار خودتون احتیاط کنین اکا جان. و این صحبت ما در فیسبوک نشر میشه، شما با خبر باشین. برای کار اکا جان. زنده باشین. خب همین گونه مناسبت میکنن نماینده شرکت TCL بازگشت زنگ میزنن و به یگان سوال ما جواب دادن نمیتونن. نس با TCL انتخاب از شما با خویش.